مسابقه گوشتن ملی با اشتراک پهلوانان از سراسر کشور در ناحیه تیمورملیک برگزار شد. در این مسابقه که به طور عنعنوی و رسم و رسوم اجدادی صورت گرفت، بیش از 200 نفر گوشتگیر از جمهوری به میدان برآمدند. چون عنعنه خردسالان مسابقه گوشتن را آغاز بخشیده، هنر و مهارت آنها به مانند بهار زیبا و دیدنی بود. مسابقه بیش از 4 ساعت دوام کرده. پهلوانان قوی مرحله به مرحله برای دریافت شاه جایزه های مسابقه تلاش کردند. پس از چند مرحله نیروسنجی، 8 نفر پهلوانان قوی حاضر در مسابقه برای دریافت 2 شاه جایزه امکان پیدا کردند. همینطور جهتی به دست آوردن اولین شاه جایزه، پهلوانان محمد رحیم سرخانوف و محمد عبدالجلیلوف با همدیگر نیرو سنجیدند. نیروسنجی این 2 نفر طولانی شده، در نهایت آنها غالب را معین نکردند. سپس برای همین شاه جایزه باز 2 پهلوان موفق دیگر اندر میدان رقابت شدند. میرزا جلیل رمضانوف و سید شاه رحمتوف بودند که طلبکار شاه جایزه گردیدند، اما در هر صورت این 2 پهلوان نیز نتوانستند آن را صاحبی کنند، زیرا در فرصتی در اختیار داشتهشان موفق نگردیدند. در تلاش سیوم برای کسب شاه جایزه اول، دیگر باره محمد عبدالجلیلوف با سید شاه رحمتوف نیرو سنجیده. پس از چند مدت قوه آزمایی، نهایتاً محمد حریف را به تخته پشت زد و صاحب یکمین شاه جایزه گوشتن ملی عنعنوی در ناحیه تیمورملیک شد. امروز خیلی که میدونید автомашина به دست آوردم و میخواهم که به مثل پیشوایم، به مثل پیشوای غمخوارم که یتیمان و بپرستاران رو کمک میکنند، اون کس میخوام ان همین автомашинایی که با مهنت خودم گرفتم به یتیمان تحفه نمایم و پیروی پیشوای معظم ملتم باشم. و خیلی سپاسگزارم و به تمام مخلصانم تشکر زیاد میرسونم و نزدیکانم را دوست میدارم. سپس در وزن مطلق نیز پهلوانان شریف جان نظریف با ابوبکر اکابر برای شاه جایزه دوم این مسابقه با هم نیرو سنجیدند. اما این شاه جایزه تا آخرین مسابقه صاحبش را پیدا نکرد، زیرا در پی مناقشه صورت گرفته میان 2 پهلوان، گوشتن ناحیه تیمورملیک هم به انجام رسید. همینطور هزارها نفر مخلصان حاضر در میدانهای گوشتنگیری پهلوانی که رمز مردانگی و حرمت و احترام می باشد، بدون معین کردن صاحب دومین شاه جایزه مسابقه میدان نبرد را ترک کردند.